در ابتدای کار و این خصلت رو سید بسیار واضح و دقیق در کارهای خودش به کار برده. ترتیب بندی ها، شیوه پراکنده شدن حروف، فضاهای خالی، فضاهای تهی منفی، شیوه کشش ها، عمودی ها، افقی ها، نقطه گذاری ها، همه مال هستند از یک جور بیان اختصاصی که به نظر میاد که گم شده تاریخ ماست، گم شده فرهنگ ما، باور ما و هستی وجودی ما. برصد تعداد بسیار زیادی از این کارها رو ایشان کنار هم بخشی از کارهاست. ایشان بسیار بسیار پرکارتر از اینها هستند. به طبع ابعاد اصلی کارها نیست، به سبب اندازه کتاب ناچار شدن کارها رو کوچک کنن که در این آلبوم جا بگیرن و یکی از یکی فاخرتر به اثبات حضور خود اونها و واقعا بی همتا. جدا از اینکه بعد از این مجموعه دیگری هست این مجموعه سفال نوشته های ایشان است، کارهای سرامیکی. دوستان همه میدانند که کار بر سفال کار خاصی است، دیگه کاغذ نیست، پوست نیست. سفال بافت دیگری رو داره، پاسخی که مرکب به قلم به ترسیم میده بسیار ویژه است و در طول تاریخ ایران سفال نویسی یک روایت اختصاصی و راه اختصاصی داشته. در یک دوره رستاخیز فرهنگی در نیشابور، در خراسان بزرگ، در واقع با مرکزیت نیشابور، سفال نویسی رواج عجیبی رو پیدا میکنه و گنج‌های بی همتایی رو ساختن که خوشبختانه بخش مهمی از اونها باقی ماند. سید در یک تجربه اختصاصی روی بیسکویت‌های خام، سفال‌های پخت خورده بدون لعاب و رنگ کارهای خودشون رو انجام دادن. در تولید پتینه‌ها، روش‌های رنگ پردازی، شیوه چرخش قلم روی فرم دایره و خیلی چیزهای دیگه ایشان هم آزمایش کردن هم محصول به وجود آوردن. یادمون باشه که آدم تاریخی این گردی رو معنا میدید. مرکزیت او به طریق نشان وحدانیت تلقی میشد. ما در مجموع سفالهای تاریخ نیشابور توجه خاصی رو به این معنا میابیم، از نوع متن و نگارش، از شیوه ترسیم نگارش تا معنایی که داره وجود داره. عموما این معنا تکمیل شده و سید باز به عنوان یک عرصه دیگه از کار خودش گنج بی همتایی رو از این مجموعه به وجود آورده. با توجهی که ایشان پیش از این کار سفال انجام نداده بود، به کار بردن شیوه‌هایی برای ایجاد پتینه‌های کهنه‌نما، برای ترک خوردن لعاب‌ها، برای پوشش دادن، برای حفاظت از رنگ‌ها، کنترل رنگ‌ها و بسیار چیزهای دیگه، واکنش اینها به حرارت و همه اینها خود به خود به صورت یک آزمایشی توسط ایشان انجام شده و نتایج خیره کننده است. نتایج به راحتی هم ردیف مجموعه گنج سفال نیشابور قرار می‌گیرد و من بارها به ایشان عرض کردم که خط کوفی فقط برای خواندن نیست، با وجودی که ایشان در بسیاری از کلاس‌هاشون آموزش می‌دن که چگونه بخوانیم و عمد دارن که کوفی خوانی رو دوباره زنده کنن. روش تفکری است در حال احترام و بسیار جدی، اما با جدیت من باور دارم که اینها فقط برای خواندن نیستن. کما اینکه در سفالهای نیشابور ما نمونه‌هایی داریم که معنا وجود نداره، قلم فقط برای به عنوان تصویر به کار رفته، خود قلم حاوی معنا بوده، خود نوشته حامل ایده بوده و این چیزیست که به روایت دیگری ایشان انجام دادن. مجموعه سفال‌ها بی‌نظیر هستند و من فکر می‌کنم مجموعه کاش یک جایی یک کسی پیدا می‌شد، یک جا اونها رو می‌برد در آلبوم‌های نگهداری می‌کرد، یک موزه‌ای پیدا می‌شد و اینها رو حفاظت می‌کرد و باقی می‌ماندن و نمی‌دونم الان چه وضعی رو دارن و چگونه اتفاقی برای اونها افتاده. کارها بی‌همتا هستن، بی‌همتا. بله، توی بسیار شکوهمند کار. نسخه یعنی جلد دوم مجموعه است که باز دو بخش داره. یک بخش مجموعه تلاش‌هایی است که ایشان به عنوان یک طراح گرافیک برای ایجاد لوگو
نشانهای نوشتاری لوگوتایپ انجام دادن. این کارها پیشینه خیلی شگفت‌انگیز و اختصاصی رو داره. ایشان با توجه به معنا، با توجه به روح کلام، با توجه به ارزش نوشتاری و بسیار خاصیت‌های دیگه در پراکنده کردن ارزش‌های گرافیک در سطح کار کردن و کارها مجموعه بسیار فاخری است. این مجموعه ستایش دهنده نداشته، صرفاً از دل ذوق و قابلیت‌های ایشان بیرون آمده. به راحتی بعضی از اینها دارای اونچنان ارزشی است که میتوان با ساده سازی، خلاصه سازی و کمی تدبیرهای فنی به یک قلم نوشتاری تبدیل بشه. ما امروز در بازار قلم‌های نوشتاری ایران فقر بسیار جدی رو داریم. و کمال تأسف بعد از خوشنویسی قلم‌های خوشنویسانه فاخر تاریخی ما، قلم‌های موجود ما بسیار تولید هستند، زشت و نابهنجار هستند. هیچ کدام طراحی درستی رو انجام ندادن. اولین قلم‌های ما اصلا مشخص نیست که کجا ساخته شده. انگلیس‌ها ساختن، توی بمبئی ساخته شد، توی استانبول ساخته شد، توی کار پژوهشی بسیار قدیمی ما نتونستیم پیدا کنیم که کی اولین قلم نوشتاری فارسی رو وجود آورد برای تایپ. اما حدود آخرهای قرن 19 در انگلیس یک انجمن کتاب مقدس اولین قلم بر پایه نسخ فارسی رو به وجود آورده و به کار برده. چند کتاب جغرافیا و چند کتاب عهد عتیق و عهد جدید رو چاپ کردن. بعد از اون باز مؤسسات اروپایی برای ما کار کردن. لاینوترون کار کرد، قلمی که در روزنامه کیهان به کار میره و چیزهای دیگه. و متاسفانه کوشش‌های نسل جوانتر برای ایجاد قلم‌های نوشتاری که به شدت به اون نیاز داریم به جای دلخواهی نرسیده و به شدت تهی هستیم. این مجموع کارهای ایشان دارای ظرفیت‌های جدی است. به عنوان یک موتیف گرافیک تبدیل بشه به گنج قلم نوشتاری. واقعا اینها بسیار بسیار ارزنده هستند و باز بسیار معصوم و مظلوم باقی ماندند و طرف نمیدونم شاید ایشان کوشش نکردن به نمایش بگذارن، ولی گنج بسیار بی‌نظیری است. و مجموعه آخری کارهای کالیگرافی که ایشان هستند، به اصطلاح نقاشی خطها. از چند دهه پیش از این هنرمندان ایرانی کوشش کردند به روایت هنرمند نقاش تابلو خط بسازند. خط رو مسابقه مواد و مسائل نوشتاری برای ترسیم دیگر نبود، برای ایجاد ترکیب بندی و زیبایی و سایر قضایا. اما این ایده در سیاه مشق‌های تاریخی خطاطای ایرانی نمونه‌های بی‌نظیری داره. شما مگه می‌توانید سیاه مشق مثلا درویش عبدالمجید طالقانی رو ملاحظه کنید و اون رو تابلوی نقاشی نبینید؟ بی همتاست. برصد با قلم کوفی ایشان روایت‌های جدیدی رو در ایجاد کارهای کالیگرافیک به وجود آوردن. کارها بسیار فاخر و زیباست، دارای منش گرافیک ارزنده است و یکی دیدنی‌تر. این کارها تا به حال به نمایش در نیامدن. ملاحظه کنید ترکیب رنگ‌ها رو، گرایش گرافیک اون رو، شیوه کنترل ترکیب بندی در صفحه رو، اینها بسیار 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 فاخر هستند. جایی برای گفتگو وجود نداره، فقط باید ستایش کرد و احترام گذاشت. باید به خودشون ببالن. بله شامل این خطاب الهی شد که الله اعلم و یجعل حیث رسالت. خدا میدونه که رسالت خودش در کجا فرو بیاره و این رسالت تنها رسالت پیامبری نیست. شما هم نسبت به اون چیزهایی که خداوند زیبا آفریده پیامبر نمایش زیبایی‌های خداوند هستید و تجسم دادید که به اصطلاح چشمام رو ببینن. حالا اگر که اون چیزی که مثلا گلی که طبیعی یک لذت از اون انسان میبره، اینها هم کمتر از اون نیست، ولی اون یه ارتباط حسی پیدا میکنه، اون ارتباط لذت بصری پیدا میکنه و شما به خودتون ببینید. انشاءالله خداوند پیش از پیش شما رو جناب استاد متین، من همیشه افتخار میکنم به الان دو تا از اساتید بزرگوار خودم که در واقع پدرای معنوی من هستند و تمام زحمت‌های برای چند ساله‌ای که الان در واقع این دو تا بزرگوار برای من کشیدن، در واقع حاصلش این کتابی است که در واقع من بخش کوچیکی، من در واقع اجراکار فقط این موضوع بودم. به هر حال خود ما حقیقتاً همه جوره مدیون
هم استاد صمدی که به هر حال بیش از 20 و چند سال است ما خدمت ایشون بودیم، خط نسل و سرخ گرچه شاگرد خوبی نبودیم و خیلی نتونستیم، اما به هر حال افتخار به شاگرد ایشون می‌کنیم و همچنین استاد کلورنیا. درصد به پشتوانه دو تا استاد بزرگ من در واقع اگر می‌تونستم کار بکنم اختیار دارم. شما بزرگ ما هستید و باعث افتخار که در اساسی به این کلمه همون شعر سعدی است که میباد شبیه ایسکی خوش اما نتبی و عالمی کش، اینهایی که در این شرایط هستن باز به مدد خداوند همه وجودشون رو خالصانه در اختیار اون کسی که دنبالش هست میگرده بذارن. حالا این بستگی به این داره که اون طرف چقدر واجد شرایط باشه بتونه از این گنجینه نهایت استفاده رو بکنه. اینا اعمالش های بزرگ بله همه رو نوشتیم اونجا. بله اینا اکثر همین می‌خواستم ببینم یکی از همون کار بزرگ بله تابلوی بزرگ. آقای دکتر، یکی از خصلت‌های آقای جزایری تواضع می‌اندازه. بله بله اینقدر متواضع هستن که کارشون رو خیلی جدی نمیگیرن. الان بزرگوار ما راجع به چرم و شیوه صحافی اینا و کار اینا توضیح داره. اینا قابل وصفه. یعنی قابل وصفه، میشه هر چقدر بشه ازشون تعریف کرد. یه اندازه میشه از این کار تعریف کرد به لحاظ تجلیل اینا، صحافی اینا، بحثی اینا، ولی کار ایشون قابل وصف نیست اصلا. یعنی به هیچ عنوان نمیشه اینا با هیچ وصفی شما به زبون بیارید یا بخواید تعریف کنید، تمجید کنید، هر چی بگین شما تم گفتید. گرچه شما جان کمام رو گفتید که چشممون وقتی که اینو نگاه میکنه دیگه نیازی به این نداریم که کسی بیاد بگه این واقعا چقدر میوازه. چشم واقعا میبینه و آثار چشم نهازی خداوند منتها این بزرگوار اونقدر متواضع هستن که راجع به کارشون خیلی همچین در اینکه وسعت توقعشون خیلی زیاد هسته. انشاءالله روز به روز شما موفق هستید واقعا که شما موفق تر باشید.